به ویدیو امشب خوش اومدید بچه. توی این ویدیو یه سری فیلم آوردم از یوتیوب، فیلم ترسناکای کوتاه 10 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 6 دقیقه‌ای، 3-4 تا 2-3 تا فیلم آوردم که ببینیم امشب. از اونجایی که دیشبم گیم ترسناک گذاشتم خواستم دیگه اثرش نپره. امشبم ویدیوه این دیگه، واقعا دیروز گیم بود این ویدیوه. اوکی بریم شروع کنیم، نگاه کنیم از اولیو. اینا بچه بگم این چنلش هم اینه، بعد دیگه بذاریم کوالیتی هم روی تا 4K هم داره پشمام. حالا دیگه ما تو ایرانیم دیگه به 4K وسعمون نمیرسه، بریم همون 720 1080. اوکی بریم شروع کنیم. خونه ایه حاجی، بذار من ذره صدا رو زیاد کنم. اوکی 10 و 15 دقیقه. خوابش نمیبره یارو. خوابش نمیبره. صدا در اومد. What the fuck. فکر کرد توهمه، گرفت خوابید. دوباره صدا در اومد. اوکی ساعت حاجی مستر وینو نگاه اینجا ترسناک فریکیه. اوکی بلند شد. زول زده به در. او یه دختره. خبری از جمه نیست. چرا ناراحت شد؟ یه دختر بیاد اینجوری در خونه ما رو بزنه. اوکی دوست دخترشه، خواهرشه، دوستشه. فکر کنم ترکی حرف زد. یه استوب بزنم کپی رایت نخوریم. زانوهای دختره رو تو خشک پاره است. مثل What are you doing here, Sydney? You're not gonna believe me. I was heading towards my door. I just got back. I got to my room. I opened the door, and when I looked up, there was someone else in my room just peering around the corner. It was dark. I just ran as fast من دیگه ترجمه نمیدونم as I could, and I had nowhere else to go. I know I sound crazy, but I'm telling the truth. اونم دوست I'm دخترشه so یا scared, and I اکسشه. don't want to go back. You know you can't stay here, right? You really think that's what this is about? اوکی I wouldn't even be here right now if I didn't have any other choice. Okay, I'll tell you what. I want to go to bed, so how about I go check out your room, make خوشگله sure there's no one بسره. there. 10 دقیقه است حاجی، تازه 3 دقیقه‌ش رفته. حالا مجبورم میذاره تو ادیت از سر و کلش بزنم کوتاه درات بشه بعدیارم دید. اوکی نفهمیدم چی گفتن. درم قفل کرد، کارتم گذاشت تو جیبش. من اونجوری با شلوار خونه. چقدر معذبم با فاصله از هم وایسادم. نکنه همسایشه.
بیسمنت فکر کنم یا راهروه. فکر کنم دختره گفت من توی اتاقم چیزای عجیب غریب میبینم، میشه بیای کمکم کنی؟ صدای در میاد، بازو بسته شدن در میاد. پسر رفت ببینه چه خبره. کمد، زیر تخت. Well, if anyone was here, they're gone now. میگه چی نی؟ You know, if you're really worried about it, you can always just file a report or توهم something. زدی I don't چی نی؟ know. Anyways, you're all set, so I'm gonna go. Okay. داره Thank میره. you. میگه باشه مرسی. میگه خواهش میکنم. دیگه تنکی و اینا رو میفهم. این کونه کی این وسط قرار پارشه؟ دختره یا پسره؟ خب یه لحظه من استوب بزنم برم ببینم ضبط میکنه یا نه، به بهونه این که مثلا چیز نخوریم. خب رفت دختره بخوابه. ویدیو با پسره شروع شد. فکر کنم قرار دختره اذیت شه. بچه من الان خونه تنها هم، ساعت 1:30 صبح من دارم ضبط میکنم. هر لحظه ممکنه توسط اجنه نمیم این چیزا پارشم. پشمام کارتشو جا گذاشت. کارت این که در خونهشو، در واحدشو وام کرد. خونه اینا، خونه دختره. چی دید؟ یه صدایی شنید فکر کنم. رید تو خودش آجی. سیاهی محض، هیچی نمیبینم. پشمام دست این. واو یارو چرا اونجوری نگاه میکرد؟ دیدی سرش لای در چیز کرد؟ کار خدا بود پسر رو اومد. دختر زنده نی، فکر کنم مرد. Hey, it's me. I think I just left my key. غیر از این کسی دیگه تو اون ساختمون نی میرفت مثلا Hello? دم در خونه اون؟ میگه ببخشید دوباره اومدم. درش وا میشه؟ نه قفل در. نه وا میشه حاجی. کارتش افتاده. یکی پشت در. نه کسی. یه صبح بزنم. چه خبر؟ خوب است؟ اوه پشمام. یارو چی جوری نگاهش که فرار میکنی؟ ببین دختره چی شد؟ فکر کنم این روانی موانی هست یارو. چششو اینجوری میزد. الان میاد خونه تو. پشت سرته. باید زنگ بزنی بهش، به دختره. اوه دوباره داره نگاهش میکنه در چیز.
در دستشویی نیگو چجوری نگاهش میکنه. برقو خاموش کرد. برقو خاموش کرد کونشو پاره کنه. خورده بود دختره رو. لب و لوچش خونی بود. پشمو. 911, what's your emergency? Hello? Hello, is anyone there? جواب داده دختره یا اصلا به دختره زنگ نزد؟ فکر کنم به نگهبان زنگ زد. تموم شد. اوکی جالب بود. خب بریم فیلم بعد. خب بچه ویدیو بعدی این خانومه هست که روبرو لپتاپه. از این کانال هستش ACM Official. اسم فیلم هستش Ghost Rider. یعنی فکر کنم میشه نویسنده، میشه نویسنده روح، نویسنده جن، نویسنده شبح. It was late at night and the woman was all بذار من alone. اینو فقط بذارم روی کیفیت زیاد 720، بذارم به 1080. آره میره. اوکی بریم. It was late at night and the woman was all حتی رو alone. بیشتر هم میتونم بذارم روی مثلا 1080 نذارم، بذارم 1440. Behind her, the door to her room slowly opened. او داره مینویسه. در وا شد حاجی. قبلیه ترسناک نبود، جالب بود. جنی حال میده. حال نکرد با چیزی که نوشت. دره رو نگاه داره بازو بسته میشه. هنسفیری تو گوششه نمیفهمه. Above her, footsteps. Someone or something was upstairs. صدا جیرجیره در رو بازو بسته میکنه. اوکی یه صبح بزنیم این ویدیو رو حتما لایک. میخنده. I hate having upstairs neighbors. Yeah. داره حرف میزنه با جنه. خودش هم جنه است. جنه یعنی It was a dark, stormy night. رد و برق. And the woman was all alone. Or so هی she داره thought. خوشو گول میزنه. Behind میگه her, هیچی a pale, نیست. ghostly soul lurked out from the shadows. هم مینویسه پاک میکنه. A tortured expression frozen on its face. اوه Slowly, it نگاه made چی its داره way out نگاهش from the میکنه. shadow toward the woman. شت پشته حاجی. It reached out its pale, ghostly arm, پشتشه دست. and as it was about to grab her shoulder, پاره شد کونش. دستشو الان میزنی نگاه. الان 3 متر میپره. the doorbell rang. چیز زدن که زنگ زدن که رکب خوردیم ابو سفیان. اوکی Coming. صدا در اومد. میگه بیا تو. نه میگه اومدم. کامینگ یعنی اومدم. چی بیا تو؟ داره مینویسه خودش حاجی. پشمام. بذارم عقب ببینم میتونم بخونم. The door and the woman went to چی؟ تو چی؟ Oh and door women چی؟ The door and the women و زن رفت در رو وا کرد. ادامه داستانه هیچکی پشت در. میگه سلام.
Hello? سلام. There was a knock at the door, and the woman went to check. But no one was there. She sat back at her computer. Behind her, the ghostly figure appeared. It grabbed the woman by her ببین دوباره head, دستشو زد. snapped دوباره her. دستشو زد. گردنشو شیکوند حاجی. به همین راحتی مرد. پشمام. بریم ویدیو بعدی. خب بچه ویدیو بعد از این کاناله که اینجا نوشته، بعد بلادیمری اسم این فیلم، میکشته. پشمام حاجی. احساس میکنم این ترسناکه. اون دوتا ترسناک نبودن خیلی. اوکی با ماشین این خانوم اومد یه نگاه میکنه دور و برو. حاجی اینجا یه لحظه فکر کردم این رودخونه قرمزه، این کاپوت ماشینه. قار. آخه چرا باید وقتی جایی که تو حوزه با ماشین اومدی نمیدونی و سر تو این گاو بندازی با این بری بگردی دور و بر اونجا رو؟ چی کدوم سگ این کارو میکنه؟ بعد حتما یه غار ببینی بری تو غار. وای ریدم تو خودم. حاجی مامانم یه لحظه اومد ریدم تو خودم. اینم 3 دقیقه است. اوکی تو قاره چرا اینجوری نوشته؟ چیز میز نوشته. آره بچرخ که کونت باره است. نور آبی هم آورده با خودش. اوکی ته قاره روشنه ولی فکر کنم میخوره به یه تونل از اون جایی که توی تایمنل دیدم. اوه صدایی میاد. چی مو به تنم. شت چه صداییه؟ نه نه برو تو. چرا میای بیرون؟ حاجی این طرفم قار شد. آه الان هر طرف قاره فکر کنم. الان این طرفم قاره. پشمام این طرفم قاره. اوکی هر دو طرفش قاره. برو بالا تپه. بالا میره تو تپه. آنتن نمیده گوشی. آنتن نمیده گوشی. فکر کنم تموم شد ویدیو حاجی. ترسناک نبود. نه بریم یه دونه دیگه هم ببینیم. چقدر دارم ضبط میکنم؟ 21 دقیقه است. این دیگه ویدیو آخر بودش. امیدوارم که از این ویدیو به شدت لذت برده باشید و به شدت ترسیده باشید. اگه دوست داشتی این ویدیو رو حتما لایک کن. اگه با من حال میکنی چنل رو سابسکرایب کن. خیلی اینا کمک میکنه. کامنت بذار که باعث میشه من
انگیزه بگیرم ویدیو بذارم و دوستتون دارم. فردا شب میبینمتون. فعلا خدافظ.